در ولسوالی دورافتاده جاغوری ولایت غزنی نیز روز آزادی کشور در فضای مملو از شادی و امنیت با برگزاری یک مراسم بزرگ و با شکوه گرامی داشت به عمل آمد. جوانان، بزرگان قومی و دانش آموزان در این مراسم حضور داشتند. آنان با خوانش شعرها و سخنرانی‌هایشان از فرارسیدن پنجمین سالروز حاکمیت امارت اسلامی ابراز خرسندی کرده و این روز را یک روز امن، شادی آفرین و دارای ارزش تاریخی عنوان کردند. 24 اسد یادگار همت و غیرت افغان‌ها. 24 اسد یعنی که امریکا از افغانستان بیرون شده استقلالات خود را به دست گرفت. 24 اسد یعنی روز آزادی و آرامی افغانستان. 24 اسد آزادی افغانستان. باشندگان ولسوالی جاغوری غزنی میگویند که پس از حاکمیت امارت اسلامی زندگیشان آرامتر شده است. آنان از مسئولان حکومتی خواستند تا برای تحکیم بیشتر وحدت ملی و توسعه کشور تلاش‌های زیادتری انجام دهند.